مقامات حفظ حقوق روسیه دو برادر از تاجیکستان را به قتل دو هموطنانشان عیبدار میکنند. یکی از آنها بازداشت شده، دومی را تحت جستجو قرار دادند. روز 26 مای در ناحیه پریموری شهر سنت پترزبورگ مقامات از درون یک جنگل جسد شهروند 25 ساله تاجیکستان را که 24 اکتبر سال 2020 بیدرک شده بود پیدا کردند. با گمان دست داشتن در قتل او یک شهروند 29 ساله تاجیکستان دستگیر شده. حالا مسئله به حبس گرفتن او بررسی می شود. خدمات مطبوعات سرایست کارهای داخلی شهر سنت پترزبورگ و ولایت لنینگراد گفت در این کشتار برادر کلانی نفر دستگیر شده نیز دست داشته است. این شهروند تاجیکستان سال تولدش 1989 از 11 ینور سال 2021 تحت جستجوی فدرالی قرار داده شده است. بنا به فرضیه تفتیشات دو برادر قربانی خود را به ناحیه پریموری دعوت کرده دست و پایش را با ارغمچین بستند و سپس یکی از آنها از پایهای او داشته دیگری گلویش را بوغی کرده است. بعد جان دادن جوان تاجیک قاتلان جسد او را به جنگل برده زیر خاک کردند. این دو برادر همچنین به آن عیبدار می شوند که یک روز بعد از قتل جوان تاجیک روز 25 اکتبر سال 2020 باز یک زن 42 ساله از تاجیکستان را با عین شیوه کشتند. جسد این زن را روز 15 نوامبر سال 2020 در یک جنگل در ناحیه کورورتنی در پهلوی شهرهای کانال خاتینسکای پیدا کردند. بنا به فرضیه تفتیشات یکی از برادران این زن را با راه فری به آن جنگل برده دست و پایش را بسته است. سپس برادر او با بیل 2 مرتبه به سر زن بیچاره زده است. بعد این برادران زن را تا مردن بوغی کرده جسدش را زیر خاک کردند. پلیس تفصیلات دیگر این جنایت و سبب کشتن مهاجران تاجیک با دست هموطنان خود آنها نشر نکرده است. اسم قاتلان و قربانیان نیز نشر نشده است. هر سال در روسیه حدود 1000 نفر از شهروندان تاجیکستان با علتهای مختلف وفات میکنند. دهها تن آنها هر سال با مرگ مجبوری از جمله با دست هموطنان خودشان ترک دنیا میکنند.